امروز کنار آدمی هم که کل زندگیمو نجات داد. همسر زیبای من، تولدت مبارک. قربونت برم. قدر آدمی که کنارتونه رو بدون. دوستت دارم. خسته نشدی از این فیک بازی ها؟ بابا زندگیمون همش شده نقش بازی کردن. بده به من، ستاپوتم دیر شده، میخوام پستش کنم. آقا تو رو خدا هوا این بچهای کار رو بیشتر داشته باشید. اینا حقشون یه زندگی بهتره. به خدا. خب کار برات. آقا این گلا رو بگیرید، گلا رو بگیرید، ساندویچ ببینید اونجا ساندویچا رو بهشون بده سری سری. ببین چند تا بدبخت‌تر پیدا کن ویومون هم میره بالا. خوب شد؟ مادرها فرشتن، نعمتن. خدا رو شکر میکنم مادری مثل تو دارم. قلبم از من راضی؟ چرا نباشم؟ دستبوستم من آقا. قدر این مادرها رو بدونید. چه استوری شد. راستی اون غذا چی دارین؟ نه امروز سینم درد میکرد کوکو سبزی گذاشت. باز کوکو سبزی درست کردی تو؟ آی مادر. ای بابا نمونی ما رو با این غذا. تا کی میخوای بشینی و حسرت زندگی اینو اونو بخوری؟ کافیه فقط باوراتو باور کنی. من این بنزو فقط تو کمتر از 2 ماه خریدم چون خواستمش. پس تو هم میتونی. داداش دمت گرم. داداش ان شاءالله یکیشو خودت بخری. دلت خوشه ها. دیدی؟ اینا فقط چند تا نمونهش بود. همه میخوان تو مجازی خودشونو موفق و خوشحال نشون بدن که تو حس کنی کمتری. مجازی یعنی دور از واقعیت. یعنی هر چی میبینی باور نکن. پس زیاد پیگیرش نباش.